الله متعال بر پیامبر خود صلی الله علیه و سلم می فرماید پاسی از شب را با خواندن قرآن بیدار باش که برای تو افزون بر دیگران است، نزدیک است که پروردگارت تو را به مقام پسندیده برساند. پس این زمزمه هایی که در نیمه شب میکنی، هم بیدار شوی و هم نماز بخوانی و این نماز و این سجده و این دعا با یک دو قطره اشک یک جای شود بخیر، با یک دو سجده های مخلصانه یک جا شود، با یک درد دلم یک جا شود، این میشه تیره که دقیقاً به هدف میخوره. مثل که امام شافعی میگه نماز در تهجد تیر است که به هدف خورده، اوزایی نمیشه. با الله در نیمه شب قصه کو، درد دل بکو، دعا بکو. آیا از الله کرده شنونده خوبتر میافی؟ اگر شب تا صبح بکنی الله چه زیبا میشنوه. این ربی لسمیع الدعاء، و عجب شنونده. پس قیام اللیل فرصت برای قرب الله، فرصت برای توبه، فرصت برای بازگشت، فرصت برای برآورده شدن حاجات، فرصت برای بندگی الله متعال.